سلام خانمای خوشگل. اگه دوست دارید ترچینت به همین قشنگی بشه پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. فقط قول بده اگر که درست کردی و خوشمزه بود منو سابسکرایب کنی. بریم که یادش بگیریم. اول 2 تیکه مرغ رو میذاریم توی قابلمه تا خوب بپزه. بادمجونامونم سرخ میکنیم چون مرغ و بادمجون با هم دیگه خیلی خوشمزه میشه. ماست و تخم مرغ و یکم روغن رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. یکم گلاب و زعفرون. خب همش میزنیم تا به این غلظت در بیاد. شما فقط دونه‌های زعفرون رو ببین. برنجمون رو خیس میکنیم و میریزیم توی قابلمه تا یکم جوش بیاد. برنج نباید نرم بشه، باید دون باشه. برنج دون برداریم. برنج رو با موادمون قاطی میکنیم. من کل برنج رو با مواد قاطی میکنم. ظرفمون رو چرب میکنیم تا برنج نچسبه. یه لایه برنج میریزیم و خوب پرس میکنیم. عین تصویر خوب پرسش کنیم تا شلوول نشه. یه لایه بادمجون رو میچینیم روی برنجمون به این شکل و بعد مرغامون رو میریزیم روی بادمجونا به این شکل و حالا باید بقیه برنج رو روی موادمون بریزیم و خوب پرسش کنیم. به به. 45 دقیقه میذاریم روی گاز با حرارت ملایم. دمی رو هم میذاریم دم بکشه و در آخرم یه شیر قهوه کاپوچینو میذاریم تا خستگیمون در بیاد. سابسکرایب یادت نره.